سلام آقا. عربده کشی های اون یارو شیخ دلواپس رسایی تو مجلس رو یادتون میاد؟ الان هم نمیدانیم در وین بر چه چیزی توافق شده که آمریکایی ها خوشحال و راضی هستند. بله، هرچی نوچه های باند عظما جلز بلز میکردن که آقا تو وین چی گذشت، تیم مذاکره کننده نم پس نمیداد. دلیلش هم روشن بود، ترسشون از این بود که دلواپسا تصویر علی گدا تو حالت دمرو رو ببینن و افسار پاره کنن. اما حالا بعد از این همه توداری و لاپوشانی بالاخره به قول شریعت نداری کت خدا بند و آب داد و گوشه ای از توافقاتش با جماعت جام زهری رو لو داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه از قول دیپلمات‌ها اعلام کرد ایران و آمریکا به طور موقت توافق کردند که تهران بخش زیادی از مواد هسته‌ای قابل استفاده برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را به روسیه انتقال دهد. شیخ فری و ممجواد ظریفش که دیدن پرده داره کنار میره و اقتدار هسته‌ای نظام له و لورده میشه، با دستپاچگی تمام افخم الملوک رو انداختن جلو تا با سیلی تکذیب صورت دولت اعتدال رو سرخ کنه. اونم چه سرخی. تکذیب توافق تهران و واشنگتن برای انتقال ذخایر اورانیوم ایران به روسیه. سخنگوی وزارت امور خارجه: هدف اسوسییتد پرس از جوسازی رسانه‌ای تخریب و پیچیده کردن فضای مذاکرات هسته‌ای است. به این میگن تکذیب اعتدالی. از یه طرف میگه تکذیب میکنی، از طرف دیگه شروع میکنه به غر زدن که بابا اینقدر جو ندید، فضای مذاکره پیش تو پیش میشه ها. اینجاست که باید گفت تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. یعنی معلومه یک کاسه زیر نیم کاسه است که این افخم الملوک اینجوری به دست و پا افتاده و از پیچ خوردن کلاف مذاکرات میگه. از همین حالا 60 نوچه های باند ولایت خبردار شده. آخرین دست دوستی شیطان با 9 مورد تحریم تازه. آمریکایی ها در عمل نشان دادند که حتی در کلام و اعلام مواضع هم حسن نیت ندارند و خیلی زود حرف خود را پس میگیرند. اینم از سوزش یکی دیگه از وحوش مجلس که از همین حالا داره بزبیاریای بعدی رو پیش بینی میکنه. کم فروشی کت خدا در مذاکرات. تحریم های جدید در آستانه دور جدید مذاکرات جای تردیدی باقی نمیگذارد که طرفهای غربی به وعده های خود پایبند نخواهند بود و تناقضات فاحش در عمل و رفتار ظاهرسازی و عوام فریبی آنان را آشکارتر کرده است. حالا وضعیت علی گدا رو تصور کنید که یه سال داره زور میزنه بسیجی ها رو رنگ کنه، اما حالا یه دفعه طرف پرده رو انداخته و وضعیت بیریخت هسته‌ای نظام و گذاشته تو انظار عموم. از فردا یه طرف عبای ولایت و پاچه شیخ فریه، یه طرف دندون دلواپسا. بنازم به اونی که نظام ولایت و اون چنان به فاز پایانی رسونده که بحران پارتیه. حالا ما موشکافیم و شکار شکافای ولایت. برو که رفتیم. Chicago.